عیسی و کبری. فصل اول. عیسی. یک روز است مثل روزهای دیگر. خورشید طبق معمول از پشت کوههای سوادکوه طلوع کرد. خروسها خواندند. گنجشک‌ها هم به دنبال غذای روزانه با جیک جیک کردنهای خود سکوت کوهستانی را شکستند. طبیعت افسونگر عباس‌آباد روز دیگری را سلام می کرد. برای عیسی و خواهرانش گلننه و جانننه سرنوشت آن روز در حال نوشتن ورقی جدید اما نه چندان مهربان بود. مسیری پر از فراز و نشیب برای این سه جوان معصوم پیشنویسی می کرد. عیسی پسر بزرگ علیاصغر یکی از خانواده‌های خانمنش خالقی بود. علیاصغر پدر عیسی با خدیجه دختر عمویش که او هم از خانواده اشرافی بود وصلت کرد تا ثروت خانوادگی را در بین خودشان نگه دارند. ازدواج آنها پیوند خوبی بود. شادی و رضایت از این وصلت احساس می‌شد. حاصل آن پیوند 3 فرزند بود. عیسی فرزند اول یک پسر جسماً سالم و روحاً قوی بود. پس از او 2 دختر به دنیا آمدند. نامهایشان گلننه و جانننه نشان از عشق فراوان مادر به دخترانش بود. گل مادر، جان مادر. زندگی این خانواده شرافتمند و در آن زمان اشرافی در طبیعت زیبای عباس‌آباد که احاطه شده از کوههای سرسبز سوادکوه و پرندگان خوش‌آواز بود رضایت بخش و دلچسب بود. هوای تمیز کوهستانی، صحنه‌های رویایی مهی که همانند ماری در میان دره‌ها می‌خزید، خانه‌های روی تپه که در مه محو می‌شدند، هوای خنک تابستانی و برف‌های زمستانی که همه چیز را با پاکی خود می‌پوشانید، همه اینها زندگی اهالی عباس‌آباد را مثل یک افسانه کرده بود. هیچ کس حتی فکر بدبختی که در کمین بود نمی‌کرد. عباس‌آباد گاهی توسط دزدان که شاید کولیه‌های آن منطقه بودند مورد هجوم قرار می‌گرفت، اما این دزدان فقط اندکی می‌توانستند ببرند. چند گاو یا گوسفند، کمی پنیر و کره و چیزهای از این قبیل. ولی اینها قطره خونی بودند از یک بدن قوی و سالم. با آن میشد مواجه شد. تحمل پذیر بود. وبا اما چیز دیگری بود. وبا یک بیماری بسیار دردناک و کشنده است که با ورود باکتری کلرا از طریق آب آلوده به روده کوچک باعث اسهال آبی می شود. با اسهال و استفراغ بدن را بی آب می کند. این باعث گرفتگی ماهیچه ها، چروک شدن پوست بدن و فرو رفتگی چشم ها می شود. این بیماری بسیار دردناک می تواند در عرض مدت کوتاهی یک انسان سالم را به انسانی بسیار فرسوده درآورده و او را به مرگ برساند. یک روز یکی از اهالی ده حالش ناخوش شد. اسهال و استفراغ. با اینکه هوا بسیار خنک بود، عرق سردی روی بدنش نشسته بود. با اینکه غذا نخورده بود استفراغ میکرد. انگار لوله‌های بدن او را باز کرده باشند از بدنش مایعات خارج میشد. تشنگی شدید احساس میکرد ولی هرچه آب میخورد انگار کافی نبود. درد عضلات بدن و مخصوصا قسمت پشت پا و گرفتگی ماهیچه وحشتناک بود. این مرد بیچاره درد زیادی داشت. همسرش نیز از رسیدگی به او عاجز شده بود. فکر کردند که او را به شهر برده و درمان کنند که ناگهان مانند کسی که زیر شکنجه است جان سپرد. او مرگ را برای خلاص شدن از این شکنجه آرزو کرد. در عرض 2-3 روز تعداد افرادی که همین علایم را نشان دادند بیشتر و بیشتر شد. فرصتی برای درمان نبود. کسی نمیدانست که چه شده و این بیماری عجیب از کجا آمده. تا به یک بیمار می رسیدند چند نفر دیگر مبتلا می شدند و مرگ به زودی آنها را با خود می برد. فرصتی برای دفن مردگان و رفتگان نبود. هیچ کس نفهمید این بیماری چیست و چطور به عباس‌آباد آمد. ساکنان عباس‌آباد به مانند تماشاچیان حیرت زده می دیدند که در برابر چشمانشان عزیزانشان مبتلا می شدند و درد می کشیدند و در نهایت به همراه مرگ می رفتند و از دست آنها هیچ کاری بر نمی آمد. راهی برای بهبود کسانی که علائم بیماری را نشان می‌دادند نبود. مرگ خیابان یک طرفه است که فقط انسانها را با خود می‌برد و هیچ راه برگشتی ندارد.
علیاصغر که کدخدا و یکی از بزرگان عباس آباد بود، خود را در برابر این هیولای ناشناخته ناتوان میدید. به خدیجه گفت: نمیدانم چرا احساس غریبی دارم. مواظب بچه‌ها باش، نذار اونا زیاد بیرون باشد. در خانه نگرشان داشت. دیگه نمیخواد شیر بدوشی. به زن اکبر بگو برات شیر بدوشه و بیاره. خدیجه خودش نیز در اعماق وجودش سردی مرگ را احساس میکرد و به آرامی سر موافقت تکان داد و دیگر چیزی نگفت. شاید نمیخواست حرف مرگ در خانه او وارد شود، مبادا مرگ با شنیدن نامش وارد شود. هیاهوی ده که در عرض 1 هفته تعداد ساکنان آن نصف شده بود، برای این 3 کودک طور دیگری تعبیر می شد. دیگر برای آنها بازی کردن و دنبال سگ و گوسفندها دویدن مفهومی نداشت. عیسی که پسر بزرگ بود متوجه ناخوشی پدرش شد. خدیجه تلاش کرد که بچه ها را از پدر بیمار و ناخوش دور نگه دارد. عیسی از چاک در به پدر خود نگاه می کرد که چطور از درد به خود می پیچید و مادرش را در کنار او با چهره غمناک و درمانده تمام تلاش خود را می کرد برای کمک به او. گلننه و جاننه هم به او چسبیده بودند و منتظر بودند عیسی دوباره با آنها بازی کند، آنها را بخنداند. ولی خنده و بازی و شادی گویا از عباس آباد کوچ زمستانی کرده بود. عیسی صدای مادرش را شنید که نام او را صدا زد. عیسی جان، برو عباس رو صدا کن، بگو که کدخدا جان ما هم رفت. من هم حالم خوش نیست پسر جان. چند روز بعد خدیجه نیز با وجود نگرانیش برای فرزندان کوچک و بی‌پناهش و علی‌رغم خواستش برای زیستن و مواظبت از فرزندانش به شوهرش پیوست. پدر و مادر این 3 بچه بیگناه یکی پس از دیگری بیمار شدند و دیگر نبودند. نبود پدر و مادر خانه‌ای که روزی کاشانه گرم و زیبایی بود را به خانه‌ای سرد و بیجان تبدیل کرد. دیگر مادری که با عشق و صفا غذا بپزد و سفره را آماده کند، پدری که با وجودش امنیت و استواری خانواده را تأمین می‌کند، در آن خانه نبودند. دیگر بوی خوش طعم غذا که همه را جذب خانه می‌کرد در آن فضا نبود. به جای آن سرما و سکوت مرگ حاکم بود. فامیل بازمانده عیسی و خواهرانش را به خانه‌های خود بردند. جای خالی والدین به یک طرف، ترس از بیماری وحشتناک و غریب از طرفی دیگر، از دست دادن خانه گرم و پرمحبت پدری و از همه بدتر آینده گنگ در ذهن این معصومان معجونی تلخ درست کرده بود. عیسی 15 ساله بود. گلننه 10 ساله و جاننه هم از همه کوچکتر، فقط 6 سال داشت. گلننه و جاننه به عیسی چسبیده بودند چون تنها نشان از آن خانواده پرصفا بود. برای عیسی هم آن خواهران کوچک یادگاری از پدر و مادرش بودند. زندگی ادامه پیدا کرد. زندگی همیشه ادامه پیدا می کند. کوه و دشت و دره و گاو و گوسفندان همانند بودند. خورشید و ماه و ستارگان هم به گردش خود ادامه دادند. روزها و شبها هم مثل قدیم می آمدند و می رفتند. گذر زمان اما دیگر مثل سابق نبود. روزها و شبها هر دو بلند شدند، طولانی و بدون شادی. انگار همه چیز تهی شده بود، تهی از محتوا. کشاورزی و دامپروری هم ادامه داشت. کار روزانه هم ادامه داشت، اما احساس زندگی برای این 3 طور دیگری بود. بازماندگان فامیل عیسی و خواهرانش را به کار کشیدند. زمین‌ها و گله‌ها را بین خود تقسیم کرده و بچه‌ها را برای نان روزانه به کار کشیدند. شاید کار ذهن بیگناه و بیپناه آنها را از فکر کردن به والدین نه از دست رفته منحرف می‌کرد. جاننه به کارهای خانه مشغول بود، شستن ظرف‌ها به عهده او بود. گلننه هم از او الگو می‌گرفت و کارهای او را کپی می‌کرد. وقتی بزرگتر شدند به گوسفند و گاو دوشیدن هم به کارهایشان اضافه شد. شیر دوشیدن و ماست و کره و پنیر زدن هم یاد گرفتن. اینا کارهایی بود که برای بقا در آن کوهستان ضروری بودند. عیسی به همراه دیگر جوانان به چوپانی مشغول شد. او عاشق طبیعت بود و کوه و دشت عباس آباد را دوست داشت، اما به دنبال پشگل گاو و گوسفند رفتن را کار خود نمیدید.
عیسی خواندمنش بود و هیچگاه این نکته را فراموش نکرد. حتی وقتی چوپانی میکرد گویا یک شاهزاده چوپانی میکند. وقتی در کوه و دشت را میرفت با وقار یک اشرافزاده قدم بر میداشت. شاید در رویاهای خود دنیای دیگری را میدید و نقشه های دیگری برای زندگی آینده خود داشت. عباس‌آباد یک آبادی بود که متشکل از چند خانواده فامیل و خانه‌های گلی. این آبادی در میان کوهستان‌های سوادکوه واقع شده است. تنها راه رفت و آمد به آن فقط یک اسب یا پیاده بود. ورسک نزدیکترین ده به عباس‌آباد بود و هست و برای رفتن به شهرهای بزرگ میبایست از آن گذر میکردند. شهرهای نزدیک ورسک مثل پلسفید و فیروزکوه امکاناتی از قبیل دکتر و بیمارستان و همچنین مدرسه داشتند. مردم عباس‌آباد در زمستان که برف و سرما زندگی را بسیار مشکل میکرد به ورسک کوچ میکردند. گاهی مردم به شهرهای نزدیکتر ییلاق و قشلاق میکردند. وقتی راه آهن سرتاسری تهران به شمال ساخته شد، برقراری یک ایستگاه برای قطار ورسک را به دهاتی مرکزی تبدیل کرد. همیشه رفت و آمد باعث پیشرفت مردم از نظر اقتصادی و فرهنگی می شود. پل ورسک که تا به امروز با ابهت سرفرازی می کند، یکی از بازماندگان جنگ جهانی و رضا شاه است. ابهت این پل و معماری و ساختار آن حتی تا به امروز یکی از بهترین و جذابترین نماهای شمال به حساب می رود. این پل دو کوه را که توسط یک دره عمیق از هم جدا هستند به هم متصل می کند. پل ورسک به دستور رضا شاه و به مهندسی آلمانی ها ساخته شد. قطارهای مسافربری و باربری از این پل و راه آهن استفاده می کنند و هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. میگویند که رضا شاه برای افتتاح پل ورسک از مهندس او خواست که همسر و بچه‌هایش را سوار قطار کرده و از روی پل رد شود. او میخواست از اعتماد این مهندس به ساخته خودش اطمینان حاصل کند. گذشت لحظه‌ها و روزها و ماه‌ها به گذشت سالها انجامید. زندگی عیسی و خواهرانش تکرار مکررات بود. زندگی در یک روستا فقط گذران روزهاست. به نحوی میتوان گفت راز بقاست. تا زمانی که زمانه ماجرایی در پیش نیاورد هیچ اتفاقی نمیافتد. فقط بزرگان پیر میشوند و بچه‌ها بزرگ. عیسی و خواهرانش نیز بزرگ شدند و عیسی به سن بلوغ رسید. رضا شاه وقتی به سلطنت نشست خدمت وظیفه سربازی را اجباری کرد. از هر خانواده یک مرد جوان میبایست خود را به خدمت سربازی تسلیم میکرد. عیسی که به سن قانونی رسیده بود، فامیل فرصتی یافتند تا با فرستادن عیسی به سربازی با خیال راحت بتوانند مال و اموال این خانواده شرافتمند را به تاراج ببرند. وقتی پسر بزرگ خانواده به سربازی می رفت، همه فامیل برای او عزاداری می گرفتن. گویا او را برای مرگ آماده می کردن. زنها گریه و زاری می کردن. برای عیسی فامیل گریه نکرد. فامیل از مرگ علی اصغر و خدیجه سود برده بود. با نبودن عیسی مانعی دیگری در سر راه خود نمی دیدن. فقط گلننه و جاننه گریه می‌کردند چون در برابر تقدیر خود را ناتوان می‌دیدند. شاید از تنهایی و بی‌عدالتی. خداویسی تلخ و غم‌آلودی در نگاه آلوده به اشک سوزان گلننه و جاننه بود. پس از رفتن عیسی به سربازی، گلننه و جاننه تنها تر از قبل شدند. آنها هرگز فکر نمی‌کردند که برادر عزیزشان را به سالهای بسیار طولانی می‌توانند ببینند. آن خداویسی تلخ گویا بدرودی ابدی بود. از این به بعد سرنوشت این دختران تنها و تنها توسط دستهای حریص فامیل بازمانده میتوانست نوشته شود. چه داستان غم انگیزی با این دستا نوشته شد. گلننه و جاننه هر دو به عقد و ازدواج دو مرد مسن در آمدند. جاننه در ورس و گلننه در ساری. هر دو پس از به دنیا آوردن یک دختر شوهرانشون را از دست دادند. جاننه دوباره ازدواج کرد ولی گلننه تنها دخترش سکینه را به تنهایی بزرگ کرد.